2014 بیش از 44,000 حجاج است. نتیجه را در وزارت علاقه تهیه نمود و کشور برای طلبات استاندارد جهانی در برنامه وابسته به برنامه اصلاحات سودی حقوقی به سال 2017 کارو فعالیت کرده است و دانشگاه مشترکی تاجیکی و روسیه است. در مؤسسه اصلاحی وزارت بیش از 7,000 محکوم شدگان ادای جزا کرده است. چند نفر ملاحظه واسطه می‌رسن چند نفر عفو شدن؟ در مجموع 3,573 نفر از مؤسسه اصلاحی آزاد شدند. در سمت رئیسیت نظارت کارهای اصلاحی 3,960 نفر آزاد کرده شد. مهلت اعدام‌نگاری جزای 1,126 نفر کم کرده شد. اگر در مجموع همه این رقم‌ها رو کنیم جمع کنیم قانون عفو نسبت 8,659 نفر تبدیل گردید. این باز یک بار تاکید میکنم نفرهایی که به‌واسطه در مؤسسه‌های اصلاحی وزارت عدلیه ادای جزا می‌کردند. در سال 2013 9478 عدد نیکو به خیر گرفته در جنوب ترکستان. از اون جمله گذران خروجی باشد 193 عدد به خیر گرفته است که این نسبت به خود گرفته 86 عدد زیاد میشه. 2014 193 عدد به خیر گرفته است نسبت به سال 2013 86 عدد زیاد میشه. اصلا خروجی از کباب می‌کرد بعد باشم. زیادتر از پاکستان، کردستان، روسیه، افغانستان و دیگر دوازده هم است. در این باره یک سوال دیگر پیدا شد. همون تغییراتی که در کودکس اویلا شد چند سال پیش در پای همون باید که شهروندان خارجی یعنی خانه خریداری کنند. خب همین رعایت شد یا نه؟ پیش از اون که با خیرگیری اخنیک و با شهروندان خارجی گذرانده میشود حتما در اداره نسلی زواسی ادومه نیکو بسته میشود و در اونجا قسم ماده 42 بند 4 بندی که در اونجا هست رعایت کرده میشود و قسم 43 باشد بیکار کردن این 4 بند من است. اگر رعایت کرده نشوند به خیر نمیشوند. جمهوری ترکستان در سال 2014 28 عدد بیکارکنی اخنیکو با شهروندان خارجی به خیر گرفته است. در وقتی بیکار کردن اخنیکو حتما به واسطه استودیو که به واسطه اگر فرزندان نوبودی نداشته باشند طلبات‌های کودکس اویلا قسم 4 ماده 42 کودکس اویلا بین‌المللی گرفته میشوند که در اونجا حتما با منزل اقامتی شخصی تامین نمودن همسر معین کرده است.